بسم الله الرحمن الرحیم. شاعرها در کتاباشون مستر را میگن که آواز قلم در مستر یا که مستر حاضر نه همه تا کتاب میکنیم. مثلا ما چه کتابی که نوشته باشیم اگر با مستر که نوشته باشیم این همه تا میکنیم دیگه انا میره مستر میگن یا رشته قطعات طوری میکنی بعد مثال انا که یک قلب بریده فرد که همین طور بیاد نه خط میکشی نه هیچی نه بعد همه غدان داد اما بانشی در برای چی نوشتن میگیری اگر غزل باشه نصری باشه این رستکیشی گریش کارش نمینم چورش گرید مینویسی اگر غزل باشه باید دموبانش با خط باشه هم انا رکی چکا منی بعد اینه ایتا میکنی انا رکی بعد مینویسی نوشته ابن قاری این نشانه که ماند یادگار در زمانه رقم نوشتن کسی گوید که آن کاتب کجا شد بگو بگریف اندر خواب خانه فصاحت معجزه پیغمبران است پس آنگه در لسان شاعران است هنر بر هر که ایزید آفریند نباشد از ادب بیکار میشیند باید کار کنید جهد تعدیل صفت نصیب به دلت من ادرخت این همین قصه تاریخ این همین قصه هم طرفتن این همین گلاه مثال کشیدیم در دعوه در هر جا شد وقتی که وحی افته خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست در غم کده‌ای زمانه غمخواری نیست هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. نوشته ابن قاری این نشانه که ماند یادگاری در زمانه کسی گوید که آن کاتب کجا شد بگو بگریفت اندر خواب خانه